واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة علی الخاشعین. واستعین از قرآن، از قرآن هم واقعا یاری بجون. قرآن خیلی زیباست، آدم کیف میکنه. از روی شکیبای در برابر حوادث به نماز برای حل مشکلات خود، پاشنه از اولگی‌ها و رسیدن به رحمت حق یاری بخواهید. انجام این کار جرم از کسانی که در برابر حضرت حق دلی فروتن دارند آسان نیست. خیلی زیبا بود. خدا عجب کسی هستی تو، زیبایی دادی به ما، خوشی دادی به ما. دوست دارم من با همه وجودم، دوست دارم، دوست دارم من، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. شاید که روزی بیاد همه خوشحال باشی، همیشه خوشحالی برای همه، خوبی و خوشی برای همه باشه. انشالله خدایی که مهربان زیباست، خدایی که مهربان زیباست همیشه خوبی و خوشی برای ما میخواد. انشالله که ما بتونیم سربلند باشیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمتهایم را که بر شما کردم به خاطر آورده، قلبا مورد توجه قرار دهید. اینکه شما را بر جهانیان از زمان خودتان به معجزات موسی و موجزات تورات برتری دادم. این قلبا رو من خیلی دوست دارم. قلبا شکر کردن خدا خیلی میارزه، خیلی زیباست، جزای ارزیدنش خیلی زیباست. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یأخذ منها عدل ولا هم ینصرون. و خود را از خطرها و خسارتهای روزی، خطرهای روزی حفظ کنید که نه خطرهای روزی حفظ کنید که نه کسی از کسی عذابی را برطرف میکنند و نه از کسی در مورد گناه پیشگان شفاعتی میپذیرند و نه از کسی برای بخشیده شدن گناهش عوض میگیرند و نه برای نجات از عذاب دوزخ حمایتشان میکنند. دوباره میخونم. و خود را از خطرها و خسارتهای روزی حفظ کنید. خود را از خطرها و خسارتهای روزی حفظ کنید که نه کسی از کسی عذابی را برطرف میکند و نه از کسی در مورد گناه پیشگان شفاعتی میپذیرند و نه از کسی در مورد گناه پیشگان شفاعتی میپذیرند و نه از کسی برای بخشش شدن گناهش عوض میگیرند و نه برای نجات از عذاب دوزخ حمایتشان میکنند. خیلی زیباست واقعا. خب مراقب باشید. خدا مهربونه، خیلی چیز نباشید، ناراحت هیچی نباشید. آرامش، لذت، اسلام چیز آسون و خوب. و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سبع عذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. البته چیزی میاد در روی عذاب. مردم قدیم یه ذره نادون بودن، ذره نادانشون بیاد، واسه همین خیلی در مورد عذاب این صحبت شده. بگن عذاب اونقدر نیستش. واقعیتش اینه که خاطر نادانی این سری افراد خداوند از عذاب، از کلمه عذاب استفاده می‌کنه. در حقیقت عذاب خداوند هیچ وقت هیچ کس عذاب نمیده. چیزی که عذابی که چیزی به وجود میاد این اثر اعمال انسانه. مثلا دردی بدن هست، این اثر عمل انسانه. خداوند هیچ کسی رو عذاب نمی‌کنه. انقدر که مهربانه، عذاب رو هیچ برای هیچ کس نمیبره. تنها چیزی که عذاب باعث میشه عمل انسانه و هیچ وقت خداوند عذاب رو نمیاره. خود عمل انسان باعث میشه چیزی بیاد. و این کلمه عذاب هم که هست به خاطر اینکه مردم قدیم به ذره جاهل بودن، خداوند از این کلمه آورد که مردم به راه هدایت بشن. وگرنه که اینقدر عذاب وجود نیستش. واقعیتش من بگم بهتون، از اون طرف چیزی بگم، واقعا اونقدر عذاب نیست واقعیتش. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید زمانی که شما را از حکومت ظالمانه فرعونیان نجات دادیم، آنان که همواره شما را به شدیدترین وضع شکنجه می‌کردند، پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را برای بیکاری و خدمتکاری زنده می‌گذاشتند. برای شما در آن بلاها آزمایش بزرگ از سوی پروردگارتان بود. نگهشون داشته باید. خیلی خوب نبود. و اذ فرقنا بكم بحرا
بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و بیاد دارید هنگامی که به قدرت خود دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات داد و خوشی رسانیم فرعونیان را در حالی که شما تماشا میکردید غرق. یا رب العالمین، خدایا برکت نعمت و برکت انشاءالله در همین شب خیلی از بیماران را شفا بده، انشاءالله عیسی شفا پیدا بکنن. انجیل عیسی مسیح هم اینجا هستش. البته من یه چیز کوچکی ازش اگه خواستم آسیب براتون میخونم، بگین بهم اگه دوست دارین انجیل عیسی رو بخونم. امیدوارم که سالم باشید، سلامت باشید، همیشه کنار خانواده هاتون خوب و خوش باشید. خدا انشاءالله به همین سلامتی بده، به برکت بزرگی و سلامتی امام زمانی صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی امیدوارم و دوست دارم میتونم تلویزیون اینا رو اجرا بکنم، دارم میتونم بزرگتر باشم، بهتر باشم و بتونم دور میزی جمع بشیم انشالله توی کنفرانس ها، توی مطبوعات. و خیلی دوست دارم همچین جاهایی باشم، خدا بخواد دیگه همشگی هم داشته باشم دیگه. من یه ذره آدم انگلیشی هم دوست دارم خوانندگی رو بذارم تا باز شدی و یه ذره چیزم دیگه، یه ذره دختر دوستم چیه و دیگه خدا بخواد دیگه جای قشنگ باشه. ببینمتون نزدیک انشالله. Guys, see you soon. I'm coming for stages. See you soon on the stage. Yo. See you with salawat to peace upon Muhammad. We will end this video. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. و صلوات بر محمد و آل محمد. ویدیو رو تمام میکنیم. Again guys, with sending hello and sending love to Muhammad. Peace upon him. Will end this video. Allahumma salli wa sallim Muhammadin ve ali Muhammed. Türklere de diyelim ki Allah rahmet eylesin tamam raftanlar. İnşallah ki Allah selamet eylesin ama sizi. İnşallah ki selamet ederiz. Bitirdik videonu. Salavatı Allah'ım sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Guys, see you soon and I hope to see you in front of me. See you. Love you. God love you. God love you. Yeah. Thank you if you watched till here. Thank you really. How you could watch till here. If you watch till here, I will give you a VIP seat. I think a VIP seat in my concert. Just tell me that you remember this. This Y is my name. Y Yasin. If you show me this in the video or you send me in a video, you said Y in 1648, a VIP seat is for you. Send it to me in Instagram, YouTube or TikTok. Not YouTube, but TikTok you can send it, or YouTube you can mention my name in your video. I will give you a seat in VIP for my concert. See you. But I had my concert, now I don't have. بچه اگه شما تا اینجا دیدین و این وای رو به من بفرستید که اینو دیدین، عکس رو برام بفرستید، من براتون یه VIP سیت میذارم. و اگر من رفتم در مثلا انگلستان یا جایی براتون میتونم دعوتنامه بفرستم اینکه شما رو بیارم اونجا اگه دوست داشته باشید. Eğer bunu baktıysam bunu sen de من size bir tane VIP سیت دارم و امیدوارم که خوشحال شده باشین، شاد باشین و تا چی میگن درودی بود دوستتون دارم. Goodbye. See you. I see you. Hey God, I love you. Hey God, I want you. Hey God, I want to hold and hug you. And I don't miss you. Cause I really love you. Cause I really want you. Cause I really want to hold and hug you. And I really lose you. Cause I really love you. Cause I really love you. Cause I really love to be with you. And I really miss you. Cause I really love you.
really love you, and I wanna hold you, and I really miss you, cause I really love you, cause I really miss you, baby, and I really miss you. Oh God, I really love you. I don't want to lose you, cause I really want to. Baby, you, and I really love you. Oh, my love, I really love to. Baby, you, and I really miss you, cause I really love you, cause I really want you. Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Guys, I want to read one whole Holland and I will end it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Also, one surah I will end. One surah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Also, one dua that's beautiful, I will recite it when I end Quran. بحر الأمواج در شانه 126 سلام بر امام صادق علیه السلام. Guys, I hope to see you soon in front of the stages, and I hope everything will come well. God, thank you for this beautiful moment that you gave me. I'm really grateful, and thank you that I was able to do this. I'm really grateful for many, many beautiful places. I'm really grateful. God, thank you. Thank you, my God. Guys, love all of you. Yo, number. My number, my number. Sorry. That's not the guys. Thanks. Guys, see you. God, thank you. I'm sorry. I love you. I'm sorry. Thank you, God.